طول قابل ساخت روی رمپ وقتی پارکینگ در طبقه زیرزمین قرار داره چقدره؟ قسمتی از طبقه همکف که روی رمپ قرار میگیره باید عقب نشینی داشته باشه تا مثل این تصویر، یعنی این قسمتش باعث ایجاد سرگیری نشه. در واقع طبقه همکف تا جایی میتونه وارد فضای رمپ بشه که طبق مبحث 4 مقررات ملی ارتفاع سرگیری یعنی 2 متر و 10 سانت رعایت بشه. برای محاسبه اول باید ببینیم پارکینگ ما متوسطه، بزرگه یا کوچیکه. فرض میکنیم پارکینگ من متوسطه، در نتیجه ارتفاع 2.40 خواهد بود و درصد شیب اون 15%. اگر ارتفاع سرگیری رو منهای 2.40 کنیم 30 سانت برای من باقی میمونه که حالا یه رمپ کوچیک داریم که ارتفاع و شیبش رو میدونیم. طبق رابطه درصد شیب برابر با ارتفاع تقسیم بر طول رمپ که میشه 2 متر، یعنی 2 متر برای من به دست میاد. این 33 صدم هم به خاطر اینه که 1 متر ابتدا و انتهای رمپ با شیب 10% طی میشه، به همین دلیل 33 صدم هم به 2 متر اضافه میشه. یعنی شما در طبقه همکف حداکثر 2 متر و 33 سانت میتونی وارد فضای رمپت بشی.